این علویه همین رضا سراج خب الان تماس گرفت با ما خیلی مظلومانه و فلان و بیسار که آقا تسلیت میدیم گفتیم تسلیت تو سرت بخوره و گفت که آقا جنازه رو صبح اعزام کردن اصفهان چون خونش اصفهان بوده باید برید پزشکخانه اصفهان تحویل بگیرید. الان ما روبروی اوینیم به همراه تعداد از همبندی‌ها و خانواده‌هایی که بودن و نمیدونیم حالا به حرف علوی گوش بکنیم یا اینکه بریم داخل ببینیم حالا بالاخره چی میگن بمونیم آشغالا. آقا اینا میخوان ما رو درک کنن میدونید چون ما رفتیم اونجا داستانا سر صدا کردیم مردم رو جمع کردیم شلوغ بازی در آوردیم اینا ترسیدن. حالا میگه که شما دیگه نه رجای شهر دارید چون جنازه اعزام شده نه اوین دارید. آره این میگه اگه اسم کسی دارید بره پزشکخانه و فلان میساد رضا سراج. آره دیگه سردشکی سیاره همین که بازی آره زندانی سیاسی علوی یه همون. آره میخوایی ضبط کنید اینا میخوام ما رو از اینجا میخوام بیرون کنم متوجه به مسائلی که پیش اومد. بعد از این همه صحبتایی که اینا کردن هی گفتم بیاین ما اصلا حکم اجرا نمی‌کنیم ما قول میدیم ایشون گناهی نکرده از این حرفا دروغا. بعد که دیشب نیم ساعت ملاقات دادن آخرش هم گفتن نه و نو بعدش هم که اون کاغذ الکی دروغی از ما امضای دروغی گرفتن ما رو حبس کردن توی سالن بعد از ما امضا گرفتن که حکمش رو رعایت نمودن. ما چه حکمی رعایت کردیم؟ ما هیچی ندیدیم نه خودش حکمش رو دید نه ما دیدیم. حالا هم که اومدیم تقاضای جنازه‌شو از خدا بخشی کردیم یه مشتی چرت پرت ما جواب میده. به برادرم میگه مواظب باش دست پا تو چشمت نره مردی که لاته بی سر و پا. بعدم که حالا هم که اومدید اوین جنازه رو میخواد بگیرید کی میگه که جنازه رجایی شهر اون میگه اصفهانه همش دارن سر میدونن معلومه که میخوان مخفیانه این بچه حتی جنازه این بچه هم میترسن. بانکیمون خانم نمیدونم کاترین اشتون حقوق بشر کجا هستین که این چیزا رو ببینید؟ چرا مقابل این جانیا این حیونا وای نمیسید؟ برادر من حالا یکیش رفت بقیه چی؟ بقیه هم میخوای مثل برادر من تمام بشن؟ خدا لعنتتون کنه که با اینا داری سازش میکنی.